دانایی نردبان رشد است، جهل زنجیر اسارت است. فرمانی که اساس آن دانستن و فهمیدن است. تمام تغییرات بزرگ جهانی را که در جهان امروز مشاهده می‌کنیم، کل این تغییرات وابسته به آموزش است و ریشه هر تحول جهانی در واقع برمیگردد به آموزش و آگاهی. تحول اقتصادی از دانش مدیریت و تولید شکل میگیرد. هیچ جامعه بدون آموزش به عزت و پیشرفت نمیرسد. نخستین فرمان خداوند سبحان بر پیامبر عظیم الشأن اسلام در مورد عبادت به معنی الاخص نیست، بلکه در مورد آموزش، در مورد تعلیم و در مورد دانستن و علم و آگاهی است. خداوند سبحان در نخستین فرمانش برای پیامبر بزرگوار اسلام به گونه اخص و برای تمام بشریت به گونه خاص پیام می‌دهد که اگر عزت می‌خواهید، چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ جمعی، اگر اقتدار و عظمت می‌خواهید، اگر پیشرفت و رشد می‌خواهید، به این فرمان خدای متعال توجه بکنید و به این فرمان عمل بکنید. نخستین آیه‌ای که بر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، خداوند سبحان می‌فرماید اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. فرمانی که اساس آن دانستن و فهمیدن است. خداوند متعال در واقع با همین آیه به همه ما آموخت که آغاز هر تحول بستگی به آموزش و بستگی به آگاهی دارد. اگر جامعه می‌خواهد در اقتصاد، در علم، در فرهنگ، در سیاست و در اجتماع ترقی و رشد کند، اول باید ذهنها را بیدار کرد. هر ملتی که نیاموزد مجبور به فرمان برداری است و هر ملتی که نیندیشد محکوم به ماندن در گذشته است. تمام تغییرات بزرگ جهانی را که در جهان امروز مشاهده می‌کنیم، کل این تغییرات وابسته به آموزش است و ریشه هر تحول جهانی در واقع برمیگردد به آموزش و آگاهی. هر تغییر بزرگ جهانی در جهان امروز ریشه در آموزش داشته است. تحول اقتصادی از دانش مدیریت و تولید شکل می‌گیرد. تحول فرهنگی از تربیت نسل آگاه و مسئول آغاز می شود. تحول علمی از تحقیقات و پژوهش جوانان در جامعه برمیخیزد و تحول اجتماعی از انسانهای فهیم، انسانهایی که میفهمند چی را و چگونه تغییر دهند آغاز می شود. اسلام دین است که آموختن را عبادت می داند. علم آموزی و کسب دانش و آگاهی را عبادت می داند. پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، فرض است. ببینید، برای ما و شما نماز فرض شده است، برای ما و شما روزه فرض شده است. پیامبر بزرگوار اسلام میگه طلب العلم فریضة. اونمو قسمی که نماز برای شما فرض است، اونمو قسمی که روزه برای شما فرض است. در واقع از این سخن درربار و نورانی رسول نور و رحمت حکم وجوب قابل استنباط است، و این معنا که برای هر مرد و زن مسلمان آموختن علم، کسب آگاهی و دانش، همون قسمی که نماز و روزه و سایر عبادات فرض است، برای شما آموختن علم هم فرض است. بنابراین اسلام
علم آموزی را، آموزش را، کسب دانایی و آگاهی را عبادت میدانه. وقتی ما و شما نماز میخوانیم، روزه میگیریم و سایر عبادات را انجام میدهیم، در واقع ثواب برای ما و شما مترتب میشه. همین گونه است کسانی که درس میخوانند، کسانی که تحقیق میکنند، کسانی که مطالعه دارند، کسانی که پژوهش میکنند، برای اینها ثواب نوشته میشه. یعنی اسلام آنقدر به علم آموزی، آنقدر به دانش، آنقدر به مهارت و دانایی در واقع ارج گذاشته است که عبادت معرفی میکند علم آموزی را. پس هر کس به آموزش خدمت کند مثل این است که در صف عبادت کنندگان عبادت می کند و هر کسی که اندوخته های علمیش را در جامعه می بخشد، در محیطش می بخشد، برای دیگران تدریس می کند، مثل این است که در مسیر سفرای الهی، در مسیر انبیای الهی و در مسیر پیامبران خداوند متعال قدم برمی دارد. آموزش تنها در مسجد و مدرسه و دانشگاه خلاصه نمی شود. آموزش یعنی فهمیدن درست زیستن، یعنی فهمیدن درست زندگی کردن، یعنی آموختن صداقت، یعنی آموختن همدلی، یعنی آموختن صفا و صمیمیت، یعنی آموختن درستکاری. آموزش یعنی پرورش انسان‌هایی که نه تنها عالم باشند بلکه با علم و با اخلاق زندگی کنند. اگر آموزش در جامعه درست نهادی نشود، دیگر فساد جای رشد ندارد، دیگر اختلافات جایش تبدیل میکنه به محبت و صفا و صمیمیت و دیگر یأس و ناامیدی از جامعه برطرف میشه. زیرا آموزش ریشه هر تحول پایدار است. قرآن کریم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنانی که میدانند، حل استفهامی است، با آنانی که نمیدانند برابرند، مساویند؟ پاسخ روشن است، هرگز نه. دانایی نردبان رشد است، جهل زنجیر اسارت است. پس بیایید از خود ما آغاز کنیم، از خانواده ما آغاز کنیم، از محیط و اجتماع خود آغاز کنیم، از کلاس های کوچک آغاز کنیم. توجه داشته باشیم که مصرف کردن روی آموزش هزینه نیست، بلکه بزرگترین سرمایه گذاری است. هر ملتی که روی آموزش سرمایه گذاری می کند در واقع آینده اش را بیمه کرده است. هر نسلی که دانا تربیت می شود نسل‌های بعدی را از فقر و وابستگی نجات می دهد. بیایید جامعه بسازیم که دانستن در آن عبادت حساب شود و عمل به علم و عمل به آگاهی سعادت، که در حقیقت روح یک جامعه اسلامی چنین است. بیایید همه با هم، معلم و متعلم، استاد و دانشجو، جامعه و حکومت، دست در دست هم دهیم تا جامعه از هر لحاظ مستقل و علم محور و دانش محور بسازیم.